بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت کاربران گرامی رباتساز پیشرفته صحبات. در این قسمت قصد داریم که فرایند مسیرساز رو یاد بگیریم و برای آشنایی با نحوه عملکرد این فرایند به رباتی که در آموزش‌های قبلی ساخته بودیم جوین اجباری رو اضافه بکنیم. در حالت جوین اجباری اگر فرد عضو کانال مورد نظر ما نشده باشه نمیتونه از ربات استفاده بکنه. حتما از صفحه آموزش صحبات هم دیدن بکنید که آموزش‌های قبلی رو اینجا قرار دادیم و این صفحه به صورت مستمر در حال تکمیل هست و آموزش‌های بعدی و پیشرفته تر رو اینجا قرار خواهیم داد. خب به پنل صحبات برمیگردیم. توجه داشته باشید که کانال مورد نظرتون حتما در قسمت کاربران ربات بهش اضافه شده باشه. نحوه ادمین کردن ربات و اضافه شدن اون به این لیست رو در آموزش‌های قبلی در فرایند انتقال پست تلگرام و بله به صورت کامل نشون دادیم. بعد از اضافه شدن کانال مورد نظرمون به لیست کاربران ربات میتونید از اون در فرایندها استفاده بکنید. من برای همین شناسه این کانال رو در صحبات کپی میکنم. حالا به قسمت فرایندها برمیگردیم. در قسمت قبلی آموزش یک فرایند پیشرفته ساخته بودیم که دستورهای استارت و هلپ رو داشت و به این صورت کار میکرد. حالا میخوایم کاری بکنیم که اگر کاربر در کانال ما عضو نشده بود این فرایند براش کار نکنه و پیام خطا براش ارسال بشه. برای این کار باید از فرایند مسیرساز استفاده بکنیم. وقتی از مسیرساز استفاده نمیشه پیامی که کاربر به ربات میفرسته مستقیما به دستور مربوط به اون پیام منتقل میشه و ربات جواب مورد نظر رو به کاربر برمیگردونه. اما وقتی که از مسیرساز استفاده میکنیم پیام قبل از هر چیز وارد مسیرساز میشه و این مسیرساز هست که تعیین میکنه پیام کاربر به هر کدوم از این دستورها وارد بشه یا نشه. پس ما برای این کار میخوایم از مسیرساز استفاده بکنیم که قبل از ورود به هر دستور چک بکنه. اگر کاربر عضو کانال بود وارد دستور مورد نظر بشه و اگر نبود پیام خطا برگردونه. حالا به پنل برمیگردیم و یک فرایند مسیرساز اضافه میکنیم. توجه داشته باشید که هر ربات فقط میتونه یک فرایند مسیرساز داشته باشه. وارد ویرایش فرایند مسیرساز میشیم. هر فرایند مسیرساز باید یک بلوک ورود و یک بلوک انتقال به دستور داشته باشه. تفاوتی که مسیرساز با بقیه فرایندها داره اینه که شما آدرس دستور ورود و انتقال رو میتونید خالی بذارید. در این صورت مسیری که اینجا تعیین خواهیم کرد برای همه دستورها اجرا خواهد شد. یعنی زمانی که من این فرایند رو ذخیره بکنم عملکرد ربات هیچ تغییری نکرده و پیام‌های کاربر به دستورهای مربوط به اون پیام منتقل میشه. خب الان می‌خوایم ربات چک بکنه ببینه کاربر عضو کانال هست یا نه. برای این کار از بخش عملگرها یک شرط رو اضافه می‌کنیم. اگر کاربر عضو کانال بود به دستور منتقل بشه و اگر عضو کانال نبود پیام خطا براش ارسال بشه. خب الان باید شرط عضویت در کانال رو به این قسمت اضافه بکنیم. برای این کار وارد بخش کاربران میشیم و بلوک ویژگی های کاربر رو بهش اضافه میکنیم. از بین ویژگی ها عضویت در کانال رو انتخاب میکنیم. شرطمون رو جایگذاری میکنیم. شناسه کانال رو که کپی کرده بودم در این قسمت اضافه میکنم. الان اگر کاربر عضو این کانال شده باشه به دستور مورد نظر منتقل خواهد شد و اگر عضو نشده باشه پیام خطا بهش ارسال میشه. حالا پیام خطا رو تعیین میکنیم و یک کلید هم بهش اضافه میکنم که بعد از عضویت کاربر اعلام بکنه که عضو کانال شده و مجددا وارد همین فرایند میشه. الان فرایندی که ساختیم رو یه بار ذخیره میکنیم و عملکرد رباتمون رو تست میکنیم. همونطور که میبینید پیام خطا و درخواست عضو شدن در کانال رو نشون میده. داخل کانال عضو میشم
و دوباره ربات رو امتحان میکنن. میبینید که پیام خوش آمد رو به درستی ارسال کرد، اما اگر بخواید که بیشتر از یک کانال رو اینجا برای جوین اجباری تنظیم بکنید، باید از عملگر و به این صورت استفاده بکنید. من برای مثال میخوام 3 تا کانال رو اضافه بکنم به این صورت، و برای اون 2 تا کانال دیگه هم مثل مورد اول شناسه هاشون رو اضافه میکنید و داخل شرط جایگذاریشون میکنید. در ادامه بنابر آدرس کانال هاتون میتونید پیام متنی رو هم ویرایش بکنید و آدرس اون کانال ها رو اضافه بکنید تا کاربر بعد از عضو شدن در اونها بتونه از رباتتون استفاده بکنه. در این قسمت از آموزش یک آشنایی اجمالی با فرایند مسیرساز داشتیم و جوین اجباری رو به وسیله این فرایند ایجاد کردیم. همونطور که میبینید محیط تنظیمات این فرایند هم شبیه به فرایند پیشرفته هست و تنها تفاوت اون در خالی بودن فیلد ورود و انتقال به دستور هست. در قسمت قبلی آموزش هم یک آشنایی کلی با فرایند پیشرفته داشتیم و انشاءالله در روزهای آینده ویدیوهای آموزشی مربوط به این فرایندها و دیگر فرایندهای بسیار کاربردی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ممنون که با ما همراه هستید. ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. خدا نگهدار.